می‌کند. ویژگی‌های مشترک کارآفرینان موفق: تیزبین، فرصت‌های کسب و کار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند می‌بیند. نوآور، ایده‌ها را به محصولات جدید، فرآیندها و یا کسب و کارهای جدید تبدیل می‌کند. ریسک‌پذیر، پس‌انداز و خوشنامیشان را با شجاعت و تدبیر به میدان می‌آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را راه‌اندازی کنند. خوشبین، کارآفرینان واقع‌بین هستند اما مطمئن و دلگرم به موقعیت اقتصادی هستند. پرانگیزه، نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند. یادگیرنده، از کارشناسان، همکاران و مشتریان می‌آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می‌دهند. سازمان دهنده، منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می‌کند. فعالیت گروهی در کلاس: